سلام مجدد به دوستان عزیز. میخوایم ادامه مباحث رو شروع کنیم. تو جلسه قبل اومدیم در مورد HTML صحبت کردیم که چارچوب کارایش چیه. در این ویدیو میخوایم کدهای HTML رو براتون معرفی کنیم. خب قبلی که کد شروع کنیم من یه بار اینم براتون مرور کنم که متوجه شدیم که کدهای HTML چه شکلی نوشته میشه. میان همشون به این شکله با یک علامت کوچکتر بزرگتری که اینجا هست قرار میدیم. بعد اگه گفتن یه به این شکل دوتا قسمت هست، دوتا تیکه هست، باز و بسته، یا مثل این تگ ها تکی هستن. خب یعنی تگ با بسته هم نداره. دو تا حالت. الان تگی که الان میخوام براتون معرفی کنم دو تا قسمتی هست، یعنی تگ باز داره، ایدم تگ بسته داره که مثلا اسمشون میذاریم، گذاشتم مثلا تگ h1 یعنی. خب بعد میام اینجا اینو میبندم به اینجا تگ h1 یه باز داره یه بسته. خب اینا دیگه متوجه بشین که جریانش باشین دیگه در کد. خب حالا من تگ اولین تگ رو معرفی کردم، تگ h1 که به این شکله. خب حالا ما بینشون متنایی قرار میدیم. من میخوام آموزش هامون کمی پروژه محور باشه که شما قشنگتر کارهایشون رو متوجه بشیم و جذابتر باشه. همون یه حالت ساده مثل معرفی صرفا کد نباشه، حالت پروژه باشه که مثلا تو چند جلسه ای که کار میکنیم آخر جمع بشه یه میبینید یه صفحه قالب HTML رو براتون آماده کردیم. مثلا همین صفحه که محیطش هم ساده است، سریعتر میتونیم باشون کار کنیم. مثلا اینجا HTML element گذاشته. خب حالا اینجا HTML element هم گذاشته، بینا element هم میتونیم بگیم element های HTML، همون تگ HTML. خب من الان میخوام خروجی اینو توی وبسایتمون ببینیم. ما پروژه‌مون رو باز کنیم، همین فایلی که جلسه قبل ایجاد کردیم، دو تا کلیک روش میزنم که تو مرورگرمون نشون میده. یعنی به این شکل برامون نشون داد. حالا اینجا این h1 که از عددش مشخصه، عددهای دیگه هم هست. این تا عدد 6 ادامه میده. یعنی من h2 تب بزنم، هدینگ 2 مثلا بزنم، بیام روی مرورگر براتون نشون بدم، همه با یکم فونت کوچیکتر براتون نشون بده. این تا کد تا h6 ادامه داره. هدینگ 6. خب F5 میزنم، اینه کوچکترینش اینه. حالا ما بینش هم مثلا این 1 2 3 4 5 هست. اونا خودتون به عنوان تمرین روی مرورگر بزنید و تفاوتاشون رو متوجه بشین. اینا دیگه من تمرین برای شما میدن، زیاد دیگه کامل دیگه مو به مو نمیخوام برم، میخوام خودتون هم درگیر همین چیزا بشین. الان مثلا تا اینجا توضیح دادم، ویدیو استاپ کنین، بعد این چند تا مورد گفتم شما روی سیستم خودتون تمرین کنید. این بحث هدینگ ها. حالا هدینگ ها چیه؟ اینم یه توضیح بدم. هدینگ ها به عنوان های صفحه استفاده میشه. خب الان تو این صفحه کجا نرم اضافه رو ببندم، باز موندم. خب الان تو این صفحه همیشه یه دونه عنوان هست که عنوان صفحه رو، اون موضوع صفحه رو مشخص میکنه. الان مثلا تو این صفحه هستم با این URL نوشته چی؟ HTML element. من روی این رو راست کلیک کنم و نگاه کنم، یه دونه عنوان اینجا میبینم. یعنی الان امکان نداره تو این صفحه
یه اچوان دوم هم باشه. اگه باشه این غلطه، باید یه دونه اچوان باشه. ولی H2 H3 H4 اینا ممکنه چند تا باشه، مثلا 2 تا H2 باشه، 4 تا H3 باشه. این شکله تعداد بقیه به سلسله وار اونم ممکنه بیشتر باشه. اینم دلیلش از نظر نگارشی است که اصول مثلا یه دونه متن که می نویسیم، یه مقاله می نویسیم، اصولش باید رعایت شده. یه مقاله باید یه عنوان داشته باشه. حالا این مقاله مثلا چند تا زیر چیزم داره، اینه مثلا به احتمال بیشتر H2 هستن. نگاه کنم، بله اینا مثلا H2 هستن، مثلا یکی اینجا، یکی هم کجا رفت، اینجا. خب حالا H3 H4 به ترتیب حالا ممکنه باشه، ممکنه نباشه. حالا اینم باز کردم، اینم براتون بگم. این قسمت مثلا یه سایت باز میکنه، روز راست کلیک میکنین، اینسپکت میزنین، کدهای HTML و قسمت elements برامون نشون میده که چه کدهایی استفاده شده. اگه مثلا فردا میایم کدامون رو توسعه میدیم و یه جای ممکنه خطا داشته باشیم، میخوایم اونا رو دیباگ کنیم، میتونیم از این ابزارا که به مرور باشون آشنا میشیم استفاده کنیم. حالا اینا رو به مرور رفته رفته باشون هم کار میکنیم که با این هم آشنا بشیم. مثلا کنسول چیه، سورس چیه، نتورک چیه. فعلا همین اول با المنت آشنا میشیم که خروجش رو ببینیم. و اینجا یه ابزار دیگه هم هست، مثلا با این که سلکتوره، مثلا روش کلیک میکنم که آبی شد، من هر کدوم از قسمت از سایت ببرم، اینجا کداشو دقیقا اون تیکشو برام نشون میده. من میام اینجا فرض این قسمت کداشو برام نشون میده، یا این قسمت نشون میده برام. خب بعد این گزینه که حالت رسپانسیو که مثلا روی گوشی چه شکلی نشون میده، روی تبلت، لپتاپ یا مک ها چطور نشون میده، برامون میتونیم تنظیم کنیم. الان مثلا این پیشفرض روی گوشی رفت، مثلا با این رسپانسیو، مثلا با این اندازه که میتونیم تغییرشون رو بدیم. مثلا اندازه فرض کنیم آیفون SE XR، بعد حالا خواستیم اندازه دیگه هم بدیم، از اینجا اضافه یا حذف هم کنیم براشون. مثلا اینجا مثلا یه دیوایسی هست که تو این لیست اندازش نیست، میتونیم اینا برای خودمون اضافه کنیم به این شکل. خب اینم از این اشاره کنم که در جریانش هم باشید. خب اینم بحث هیدینگ هایی که اشاره کردم که عنوان های اصلی سرفصل های یه صفحه رو مشخص میکنن که از اولویت بالا H1 تا اولویت پایین ها H6 ادامه پیدا میکنه. بعد تگ بعدی که میخوام براتون معرفی کنم، من اینا رو پاک میکنم، میخوام چون پروژه محور کار کنیم دیگه. اینجا باز علامت بزرگتر کوچک تگ، یا مثلا بینشون میاد پی تگ رو میبندم، خودش میبنده. این پی برای پاراگراف هاست که متنای طولانی کاربرد داره، چند خطیه. مثلا همینه، مثلا من از حالت موبایل در میارم، حالا اینا ببندم، فرض کنین همینه، من میگم کپی میکنم، ما بین تگ پی قرار میدم. من حالا بیام صفحه رو رفرش کنم، تگ برامون نشون داده میشه. حالا اینم مثلا اومده، اینم کار میکنه. خب اینم برای تگ های پاراگرافی که برای متن استفاده میشه. حالا اینجا یکم قشنگتر بشه، یه تگ دیگه هم استفاده کنم. دقت کنید اینجا یه دونه خط افقی هست، اینا خط های HR هست. اینا HR، حالا اینجا HR نذاشته، با کد های CSS فکر کنم پیاده سازی کردن.
نگاه کن، نه HR هست. خب یک تگ دیگه هم براتون معرفی میکنم، تگ HR است. خواهم یک قسمت رو جدا کنیم، مثلا کلا از یه بخش دیگه بالا پایین من یه HR میذارم. خب به این شکله، یعنی این تگ های تگ قسمتی هست. تگ اصلی HR ندارن، کارهای خروجی مثلا قرار نیست توش کارهای دیگه انجام بدیم، همون یک تیکه برامون کافیه، خاطر یک تیکه گذاشتم برامون. خب من میام اینجا روی صفحه کلیک میکنم، قشنگ میبینید که برامون تا آخر صفحه رفت. خب به این شکل. حالا اینجا کم رنگ شده اینا، از سایز تا اینجا این شده، اینا همون کد های CSS هستن که با اونا کنترلشون میکنیم که این HR از کجا شروع بشه تا کجا بره، رنگش چه رنگی باشه، با کد های CSS کار میکنیم اینا رو. بعد اومده مثلا برای این قسمت باز H2 احتمالا استفاده کرده درسته. آره. حالا اومده اینجا عنوان اول HTML element بود، عنوان صفحه رو مشخص کرده بود. بعد اومده با H2 میخواد در مورد خود HTML element صحبت کنه در واقع. خب به این شکل. حالا من چون موضوع صفحه‌مونم در مورد HTML element هست، من کپی میکنم داخل تایتل هم قرار میدم که اینجا هم بیافته که موضوع صفحه‌مون در مورد HTML element هست. خب این شد. خب حالا یکم چند تگ دیگه معرفی میکنم، بعد اینا رو باز میریم جلو. حالا اینجا بعد تگ بعدی که میخوام معرفی کنم براتون، تگ A هست. A می نویسم، تبو بزنم خودش جنریت میشه. حالا اینجا نگاه کنید یه مقدار دیگه هم اضافه شد تو، اینا نبود. خب اینا پراپرتی هستن، یعنی پراپرتی پیشفرض تگ A. اگه این پراپرتی نباشه، مثل برگه باشه، خروجی خاصی برای خودش نداره. یعنی این تگ A خب که برای مسیر دهی هست، برای کارهای لینک دهی، مسیر دهی کاربرد داره، اونم با کلمه پراپرتی href به این شکل. href مساوی، بعد مقدار href چی باشه ما بینش قرار میدیم. حالا این ممکنه فرض کنین میخواییم یه سایت قالب وبلاگ میخوایم توسعه بدیم. خب یه مثلا فرض کنین قالب وبلاگ هست. خب این صفحه اصلیمون بود. خب من یه فایل دیگه هم ایجاد میکنم، مثلا بلاگز، که لیست بلاگ هامونو برامون چیز میکنه، نشون میده HTML. خب بعد همون کلمه کلید HTML فایل رو قرار میدم به این شکل. اینجا فرض کنیم بلاگزمون هست. خب جان H1 بلاگ، حالا پیج یکم مفهومی تر باشه برامون، یه پی هم باز میکنم که مثلا یه توضیح در مورد این صفحه هم بدیم، که مثلا this is blog page مثلا به این شکل. خب میام صفحه فایل اصلی و صفحه اصلی اینجا میخوام اینجا یه دکمه بذاریم که بره یه صفحه دیگه مثل اینا، مثلا هر کدوم یه لینک هستن، تگ A داره. خب میخوام کاور روی اسمشان بزنم بلاگ. خب روزش رو نشون بدم براتون. خب بلاگز رو نشون میده، ولی چون هنوز مقداری برای این href ندادم، اینجا نگاه کنین همین مسیر رو برام نشون میده. من کلیک کنم باز میگرده تو این صفحه. من میخوام به صفحه بلاگزمون بره. برای
خاطر همین من اینجا می نویسم یا دو تا روش داره، یا همون بلاک هم اسم فایلش اینجا وارد کنم، خودشم آورد. خب من کلیک کنم روش، اینجا نگاه کنم الان بلاگ می نویسم، صفحه بلاگ رو برامون باز میکنه به این شکل. خب حالا میخوام یه تگ ام تعریف کنم که برگرده صفحه اصلیمون. بلاگ تگ ای قرار میدم، تب میزنم براش و نویسم که چی گذاشتیم؟ مین گذاشتیم. حالا اینجا اون جلسه که اون موضوع میخواستم براتون توضیح بده، اینجا قشنگ براتون مفهومی میشه براتون. در واقع main.html میزنم. خب اینجا هوم مینویسم. خب اینجا رفرش میزنم، ببینید اینجا کلیک کنم برمیگرده صفحه اصلی. خب الان اینجا من یه تغییری میدم، میام مینو نه همین حالت باشه، با این حال میخوام براتون توضیح بدم. این صورت که من پروژه‌مو خب من حالا اونو بحث باز نگه میدارم، چون حالا میخواستم یه نراسر دیگه معرفی کنم براتون. حالا اونم تو جلسات بعدی یکم زود بود، براتون نگه میدارم باز، چون یکم نمیخوام زیاد مبحث براتون زیاد بازتر بشه. همینا رو کم کم میریم جلو، تایم ویدیو اونم بیشتر میشه، یه جمع‌بندی کنیم و جلسه بعدی دیگه شروع کنیم. خب الان تو این جلسه اومدیم فایل مثلا می صفحه اصلی پیاده سازی کردیم، تگ h1 تا h6 آشنا شدیم، تگ hr آشنا شدیم و تگ a براتون معرفی کردم چطوری لینک دهی کردیم، بین صفحات چطوری چیز کنیم، سویچ کنیم. بعد حالا به عنوان تمرین شما یه صفحه دیگه، مثلا صفحه مثلا سینگل پیج یا مثلا یه صفحه درباره ما تماس با ما مثلا درست کنین. حالا هر اسمی دوست داشتین بزنین روش، همین کار کرد اونجا تمرین کنین. خیلی خسته نباشید.